بیا بیا کتر میبرن سرعی بودم بیا 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 گوساله جو بیا که از تو دل جمع شم تو سرعی میدم بیا بیا دیگه غر نکو بیا بیا بابا بیا دیگه فقط میگی طلبگار از من بیا دیگه بیا رانو سلام علیکم من نبشی بیا اشتنی گیل جو خیریت اشتنی جانجره دام خیلی بچه ما اشتنی جانجره تیار هستی فضل خدا خیریت بخور من از بخوری دیگه تو که از من گوشنه تاری گوساله کجا میبری؟ چی؟ گوساله این میبرم به دست بابا تو نانه تو میدم چری؟ آخر من سرعی آوردم به شما سریه بیدی؟ ها نه بابا گردانم بند باشه نانه من که ما پول ندارن دیگه می گوساله رو بیاوردم به شما سرعی که شما بخیر میرم به ایران گیل جو ریزی به زحمت شما نقدی برارمه خیر بینیم گیل جو دست گلتو درد نکنه برارمه زنده بشی این مثل من از من گوشنه تره میفهم گیل گیل جمع شکم سیدی خیر بینی گیل جو زنده بشی میبینی به در سرای ما ببرو چی؟ گوساله همینجوری دیگه تسلیم میدم برای تو تو را خو بگی برو دیگه دیگه بده دستم بده ما بده بگی خیلی بینی که لقم مادر خوب پیار خواهی و از من تشکری کن خوبه صبر کن که من 4 کلمه بگی بگو درد دل کن خودی رو بولو اگه بدره گیره نکن گیله که گردانم اول باشه من از گیره میگیره اگه بدره دیدی از من دیدی تو گاهی وقتی شکم تو جیره دادم علف به دلجیمی نخوردی او علده به دلجیمی نخوردی از جون تو بتراوندم مر ببخش گپ سخنی اگه نجوشی نیدی ببخشی نکن رو برم بیا کجا میری دخ شد رو بسی که خودی گیره که میره خوده فیدی بیا رو برم بسکو بیا بگو خدا حافظ بسکو یاد بسی بکن نه چه خیر بینی تشکر باشه گیله جو بله ردی دیدی بار دیگه ببخش دیگه بلکه تو 3-4 سال بعد بابا تا شکم از اینو ببینم درسته؟ چه ما بفریشیم برو ما شب بفریشیم بگو نای نکرده برو و خیل بینی خدا حافظ خیل بینی تشکر باشه برو آرمه بیا برو پیش از دیگه و همسایه نگاه نداری که میزنم کن برو گوساله برو بیا که بریم سلام کنم برو خیلی میگیدن تو برو آرمه آره لگه سرخی بیا که بریم پشت کجی به پیار مادر خود سلام بگی به چی شد تو از سلام بگو مادر کجی و پیار کجی رو هر طرف کجی سلام بگی برو بیا گیلک بخاری بیا بریم دور گیلک بدن بریم ما سرهی میفهمی سرهی چیه رو دیدی ندیدی گوساله بیا که بریم باش بیا که بریم بیا بریم سلام بابا تو عرب بیدو بیدو بامیده بیدو دیگه به تو ترید بیدو بیا شکم بابا شکم تو به قرمی لنچه خدمت به سرا دیلکی داشتی نبود به سرا ما بریم تو به روغن میشه بیا بریم بیا 1 کیلو میاییم 100 کیلو بیا لال زار باشه به من چی حالا زمستانش بهار باشه به من چی آی شبا بگیریه و روزا بزاری عزیزا انتظار باشه به من چی بگو گوساله نیه گوساله بکنه کدی بله گوساله نیه و گوساله دیشب نانه اختلاط نکردم اختلاط کردن چیکار کردی؟ نه من گفتن که برار من میره خود خانواده خود به ایران میرن دیگه به شیشتنی انا چه کاش که یک چیرمیزی سرعی میدادیم یک بار من گفتم که با خاک که باشه برو من گوساله ببردم دادم سرعی هلاک کنه ای دیونه تو کدو آدم هایده که کسی گوساله بده به سرعی بده بخوام خشاخو اصلا یک چیزی از تو من پرسان میکنه عباس همین ماما آدم بیترتره یا یک گوی یا گوساله و تو دیگه اون ماما بیتره که مو گوساله به دست دیگه خلاص یا از سرعی از شما ها چند قیمت مونه
قیمت کی؟ ما کجا بردم قیمت گوساله؟ قیمت گوساله شد نانه مگه 40,000 تو چرا به من نگفتی؟ چه به نانا نگفتی؟ چرا به بابا نگفتی؟ این کارا با تو مونده که تو به سرایی بدی با مامان. من که از تو دیشه و کلونترم. خب میگم این کار با تو مونده که تو سرایی بدی. ما بیام با تو بگم تو دیشه و از من کلونتر میبینی تو میگفتی. کله گندی تو با خاک شاخی نون خوردن خب مانا داره. همون گوساله رو داره که اونم تو سرایی دادی. نفری نکو جا عباس نفری نکو عباس. ما جوانم نفری نکو. نفری نکو من کار تو نفری کردم اگه بابا تو نمیاد تو سق بالا میکنه میزنه تایمی جو. به این جی یا با جو در سلام. تو کارو پیش خود میکنی گوساله با میکنی میدی سرایی ها. تو چی می‌وردی؟ اونا میرم به ایران میرم و پیش بکنی اگه سرایی میدی برم با خودم ما چیکار کنیم سرایی بدی. تو چی پس برای نه سرایی بدیم؟ خود چیزی که باشه میده نباشه نمیده دیگه چی مان بده. او گوساله خب میرفیشم خود قرار آخر میکنم. خب میرفیشم میگم که چیزه سرایی چند 40,300 روپیه خریدم. 40,300 دیگه. میگم تو نفر میدی که 40,300 دیگه سرایی بده. ماما بده. سرایی سر تو همش چیه؟ سرایی چیه؟ تاکوشی. تاکوشی کامی گفتن اگر اون که دیشته باشه کلی چیز میزی میده نه که مثل تو گوساله واکنه بده به دستی. خیال میکنه بابا باشم تو ببینه. برای گوساله میری؟ نه برای چی میرم پس؟ نه از تو که بعد گوساله رو میستنی. بیشتر از تو سه کارو با میکنم گوساله رو نه. برو بستو به خواب که. چی شده این دل چه شاکی شده دیر شده این دل برات پیر شده. کجا میری مامو؟ بله مامو. داری بخیری؟ شنن جان جان چی گپوه؟ میرم مامو کجا میری؟ بله کجا میری؟ دم بالا تو دیر مامو. میرم به سرا. ناراحتم. چرا با چی کار شده؟ ناراحتم. میگم مامو. ناراحتم. از خاطر چی ناراحت؟ ناراحتم. من برای خوردم و دیشب از من خود تر ماس بزنه. چرا خاطر چی مامو؟ عباس. خاطر چی؟ چی میگه تو چرا به قیافه ماما میخوره لنگ کش با ماما خوب نیه. انا چرا تو ببردی بدهدی برای ناسرایی؟ خوارزاده عباس میگه ها به قیافه چی نمیخوره لنگ کش ها؟ میگه سرایی لنگ کش بزینا نمیخوره. سکو ماما جو حالا می یک چیز از تو پرسان کنم بچه مکجیر گفته که گیلک گوشحالی آورده به سرایی بفهمیدی این مادر تو رای کده به دست تو؟ نه نیم اختلاط کرد. خب گفته اگه پول میلی چیزی میدیشته به برار خو میدادم میرم به ایران میرم دیگه خدا میدونه که اینا رو ببینی. انا پول نیم من یک بار فکرم به عقلم کشید. من که فکرم به عقل میکشید من گفتم مامام کی بیتره. خیر بینی حتما مامام گوساله چیستره. واقعیت خوار مر خیلی مایه که همون گوساله به دست تو رای کده خیر بینه یک جان تشکر خیر بینه واقعیت مر دوست داره خوار حقیقت تلستی میتونه. خب خوار ما گفت اکبر گوساله رو دست برار منیرالله. نه اوی نگو او در مقابل ما و بابا اینا اختلاط میکردم ما فهمیدیم عباس خیر بود. خب دیشبا ساعتا 11:03 بود. خب انا باز ما به عقل خود چه شد عقلم که متفافره. انا ما گفتم ببرم گوساله بدم به ماما. واقعیت ازم همه خورزاده خو گیل نگم تو بیشتر مایم بفهمیدی ازم همه خورزاده خو تو بیشتر ما حتی ازم عباس هم تو بیشتر مایم. بچی خوبی بچی به حرفی آفرین که مادر تو گوساله به دست رای کد بیاوردی مستقیم به سلام آوردی. خیر بینی زنده باشیم. گیلک جو سکو من هم دوشه دیگه میمون شما هستم میرم دیگه وقتی اگه گپی از ماشینی دی یا تو یک چپاتی زدم یا با کلت و قلمقال چیزی که مر ببخشی نه دیگه نه مر ببخشی خوبه پولی نداریم بده ببخشم. نه دیگه باشه با دم کارکات کردم با دایی 20 بدیشتم با براتون میدم خوبه همودم که پول دادم میبخشم شما. حالا نمیبخشی حالا کم ببخش اکبر خو بگم خیر غمی نداره واقعیت از همه خورزاده خو خاطر تو بیشتر دوست دارم. دیلا تو این وقت که من پول داشتم من گفتی بده دایی 20 به تو ندادم دیگه حالا که فعلا به کیسام هیچ چی نیه. هیچ چی نیه؟ نه هیچ چی نداره. کشمیشیه. اوزا کشمیشیه خاطر از اینکه هر چی داشتیم ما جمع کردیم تمن نیه تمن. همر تمن کردیم آماده که ما حرکت کنیم بخیر هم در است که ما کارای خورد تمام. ماما ساخور چی کردی ساخور بدیم ماما. ساخور مو بردم یک نفر دادم که تا با خوب است کنه خودت میفهمی کار وضعیت تو خراب. ساگ می چیکار کنی؟ چی؟ ساگ چیکار میکنی؟ با وقتی میرم شغل گیری.
برو ماما جلو کنه از دیگه برو سه کجا کس ما سه گوسپند چیزی نیست گوستا بچم خوبه با مادر خود سلام بگی ماما بگی خیر بینی ماما گفته خوبه سلام رمضان شن خیر کجا میرین ماما ای چی من برم پیش نورالله برار می را چرا این بچه ساده بیاغلم بگید تا گساله بورده و سر رای داده کی گیلا گوساله سر رای داده گساله سر رای داده گساله که 42 از آقای مردم همین گوساله کلام گیلا سر رای داده برار من نورالله ما دیشه میتونم خونه اختلاط میکردیم اگه ما پول میل اگه میداشتیم و می خصوصی حکومت سر رای بودم یه انقدر گساله رو کردن و سکت آورده حسن نورالله داره گفت هم سر رای گوساله وقت نبود دیگه میمود کی با 40,000 42 از دلیپ گوساله سر رای خود داده می فردم از اون کرد بچه من سادیه بیعقلیه حالا گفتم برم پیش نورالله سر من گساله میده چی او برار میورال شاید سوال 10 دفعه بفروخته باشه یعنی بگی بفروخته باشه یعنی اگپ میگن دیگه او خدا خو برار مکاله برار ما مست شما هم دوماد منه خدا خو ما که چیزی بگیری آیه تا گوساله نفروخته برن گوساله خود من میگم درک برام خوب شما رو بدون شماره نداری شما برای زنگ زنه شماره کی نورالله یک زنگ به خاطر شیخ من نآوردم خوش برن ده به سرا برن دیگه میرم که واسه تا برون نفروشه نه میفروشم اعتبارم گذاره نیه بقرارم ما شوخی میگم برن دیگه او تمنی او دم رفتن نه او به قصه گوساله خود دلجان باشه دم بخته باشه دو ماد اگپ بگفتم دل دوماد ما پاک مایه بخرده پاک که این گوساله گیله راست میگه گیله کم کار خوبی نکرده 40,000 گوساله برده و برای من نورالله هیر سر رای داده دوماد ما به اسرائیل جون نمیده 40,000 خدا میدونه تا به 10 سال اینا 10 فیز گفت نکنه یا سر پلوک نه خاطر گوساله خوب